بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اما بعد، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. شنوندگان گرامی و دوستان ارجمند، موضوع امروزینه درباره نماز شب یا که به زبان عربی قیام اللیل یا که تهجد، فضیلت این را برای شما بیان میکنیم. چی فضیلت دارد انسانی که نماز شب میگذارد؟ چی فضیلت دارد؟ الله برای او چی آماده کرده است؟ وقتی گذاشتن نماز شب، چند رکعت گذاشتن نماز شب، حکمی نماز شب، چطور پیغمبر صلی الله علیه و سلم نماز شب میگذاشت، حکمی که انسان مداومت میکند، پیوسته نماز شب میگذارد، حکم انسانی که نماز شب نخواند در خواب زد. برای شما همینا را همیشه بیان میکنیم به خواست الله. این پیام ما را به دیگران رسانید که از پاداش نیک بهره مند شوید و دیگران به همین عمل کنند و شما از پاداش نیک محروم نشوید. برای همین درس را گوش کنید تا آخر گوش کنید. برادرای گرامی، درس تا آخر گوش کنید، استفاده برید. هر یک کس قصه بافته، نقل های بافته میکند، چند هزاران مردم گوش میکنند، قصه‌ای که اصل ندارند، قصه بافته‌ای که آدم نقل کرده است، او را از خود بافته است. و هر چند راست هم باشد، ما برای شما قرآن و سنت میاریم. بهترین سخن پروردگار است. بهترین سخن بعد سخن پروردگار سخن پیغمبر است صلی الله علیه و سلم که ما گوش دهید. گوش دادن به قرآن و به سنت واجب است. عمل کردن به قرآن و سنت واجب است. برای همین برادران تا آخر درس گوش کنید، بهره برید. یکم چیز که ما میبیاریم از قرآن پروردگارمان دلیل، و دوم از سنت پیغمبرمان صلی الله علیه و سلم. الله عز و جل در سوره زاریات 15 آیت تا 18 آیت میفرماید که ان المتقین فی جنات و عیون آخذین ما آتاهم ربهم إنهم كانوا قبل ذلك محسنين كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون. هر آینه همان پرهیزکاران در باغهای جنت و در کناری چشمساران هستند. آنچه را پروردگارشان به آنان عطا میکند میگیرند، زیرا که آنان پیش از این همواره نکوکار بودند، اندکی از شب را میخوابیدند و سحرگاهان از الله درخواست آمرزش میکردند. در همینجا بینید که الله عز و جل آنها را وصف میدهد در باغهای بهشتند و چیکار میکنند؟ شب کم خواب میروند، شب تا سحر بیدار هستند، شب را زنده می‌دارند به نماز. وقتی که سحر شد به استغفار، به طلب مغفرت میکوشند، تلاش میکنند، از الله طلب مغفرت میخواهند. از چی طلب مغفرت میخواهند؟ که الله عز و جل همون عبادت شب آنها را قبول کند. این صفت مؤمنان است که شب را زنده می‌دارند و روز استغفار میکنند که روز شد. باز الله عز و جل در سوره اسراء 79 آیت میفرماید که و من اللیل فتهجد به نافلة لك عسى ان یبعثك ربك مقاما محمودا. الله میفرماید که به پیغمبر میگوید که در پاره از شب از خواب برخیز و در آن نماز و تهجد بخوان. این یک فریضه اضافی و افزون بر نمازهای پنجگانه برای تو است. باشد که الله تو را به مقام ستوده‌ای و مکانی برخواسته در دنیا و آخرت که موجب ستایش همگان باشد برساند و مقام شفاعت گری را به تو عطا فرماید. تا الله عز و جل پیامبر را به چه امر میکند؟ به نماز شب گذاشتن که چقدر نماز شب بزرگی دارد. باز الله عز و جل میفرماید و در سوره فرقان 60 آیت و عباد الرحمن الذين يمشون على الارض هونا واذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما. الله عز و جل چی میفرماید؟ و بندگان الله رحمان کسانی هستند که بر زمین بی تکبر راه میروند و هرگاه نادانان جاهلان آنان را طرف خطاب قرار دهند، ندا به آنها کنند، سخن به طرف آنها زنند و سخنانی ناجا گویند، با نرمی
پاسخ دهند. باز الله وصف آنها را می دهد که و آنان برای پروردگارشان در حال سجده و قیام شب زنده‌داری می کنند. الله جل و علا آنها را وصف می دهد که آنها مثل دیگر مردمان دیگر نیستند، مثل مردمان دیگر نیستند که به خواب کردن لذت می برند. آنان با نماز لذت می برند، نماز اختیار کردند به جای خواب. برای چی؟ برای خدمت برای پروردگارشان. باز الله عز و جل آدمانی که شب زنده‌داری میکنند آنها را وصف میدهد و آنها را ستایش میکند و میفرماید که تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. الله عز و جل سوره سجده 16 آیت میفرماید که پهلوهایشان از بستریها دور می شود، یعنی از جای خواب دور می شوند و خواب شیرین را ترک گفته و به طاعت و عبادت پروردگارشان می پردازند و پروردگار خود را با بیم و امید به فریاد می خوانند و از چیزهایی که به آنها داده ایم می بخشند، نفقه می کنند. باز الله عز و جل در سوره زمر 9 آیت می فرماید که درباره آنانی که شب را زنده می دارند من هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. آیا چونین کسی بهتر است یا آن کسی که در ساعتهای شب در حال سجده و قیام به طاعت و عبادت خالصانه مشغول است و از آخرت می ترسد، بیم دارد و به رحمت پروردگارش امید دارد؟ بگو آیا کسانی که میدانند و کسانی که نمیدانند برابرند؟ تنها خیرتمندان پند میپذیرند. خلاصه آیاتهای پروردگار بسیار است که ما را شوقمند و هوسمند میکند و امر میکند که نماز شب گزاریم و فضیلت او را برای ما بیان میکند. حاضر درباره ای که نماز شب این چی است؟ این عبودیه است و سپاسگزاری است برای الله. خیلی که از مادرمان عایشه رضی الله عنها روایت است که پیامبر بزرگوار صلی الله علیه و سلم در شب میخیست، نماز میگذاشت تا آنی که قدمای مبارکش میکفیدن از راست ایستادن. پس مادرم عایشه گفت این پیامبر کی بود که راست می ایستاد عبادت میکرد؟ که مادرم عایشه گفت که برای چی این طور میکنی ای رسول الله؟ چرا میکنی این کار؟ که الله عز و جل برای تو بخشیده است اون گناهانی که تو پیش کرده و در آینده آنها را برای تو بخشیده است. پس در جواب پیامبر بزرگوار صلی الله علیه و چی گفت؟ افلا اکون عبدا شکورا. این اعمالها را که نماز شب را من انجام میدهم برای چی؟ برای کی؟ از جمله بندگانی سپاسگزاری پروردگار باشم. حدیث در امام بخاری و امام مسلم است. باز پیامبر بزرگوار صلی الله علیه و سلم در حدیث امام بخاری از ابی هریره روایت است که پیامبر بزرگوار صلی الله علیه و سلم میفرماید که پروردگاری تبارک و تعالی در هر یک شب به آسمان دنیا میفراید، در آن وقتی که باقی میماند 31 شب آخر، 31 شب آخر که باقی ماند الله عز و جل به آسمان دنیا میفراید. پس میگوید من یدعونی فاستجیب له. وقتی هست که استجابت دعا است. کیست که بخیزد؟ کیست که دعا کند؟ من یدعونی، کی مرا دعا میکند که من دعای او را استجابت کنم، قبول کنم؟ الله همین میگوید، همین سخن میگوید که کیست بیدار، کیست که مرا دعا کند که من او را چی دعای را قبول کنم؟ من یسألنی فاعطیه. کیست که مرا بپرسد چیزی میخواهد که من برای او عطا فرمایم؟ من یستغفرنی فاغفر له. کیست که طلب آمرزش گناهان خواهد و من گناههای او را بیامرزم؟ کیست تا بامداد؟ الله متعال همین سخنان را میزند. و در بعض روایت‌ها هل من تائب فاتوب علیه، آیا یگان توبه کنه هست که من توبه او را قبول کنم؟ با در روایت دیگه هست که من الذی استرزقنی فارزقه. کیست که از من رزق میخواهد، رزق میپرسد که من او را رزق روزی دهم؟ کیست که طلبی دفع بلا
از من میخواد که من بلای او را، غم و غوسه او را برطرف کنم. در امام مسلم میگه که حتی ینفجر الفجر، تا آنی که نمازی بامداد شود. بینید برادرای گرامی که الله ندا میکند، میخواند از 31 شب تا بامداد، 31 شب آخر تا بامداد، میگوید که کیست؟ وقتی است که انسان باید نماز خواند، وقتی است که انسان باید دعا کند. بهترین وقت است وقتی شب که انسان نماز گزارد و دعا کند. سبب‌های وارد شدنی بهشت و برداشتنی درجه های انسان این چی است؟ نماز شب است. خیلی از عبدالله ابن سلام رضی الله عنه فرمودند که پیامبر بزرگوار صلی الله علیه و سلم میگوید یا ایها الناس، ای مردم، افشوا السلام، سلام و بین خود افشا کنید، یعنی به هم دیگر سلام دهید. و اطعموا الطعام، بینوا و فقیر را غذا و طعام بدهید. و صلوا الارحام، و خویشتوارداری را استوار کنید، خویشتوار را زیارت کنید. و صلوا باللیل و الناس نیام، و نماز شب گزارید در اون صورت و حالتی که مردم خوابند. تدخلوا الجنة بسلام، پس وارد بهشت بشوید با آرامی و آسایشتگی. یکی از فضیلت های نماز شب این چی است؟ انسان سبب می شود نماز شب که وارد بهشت شود. باز از ابی مالک الاشعری رضی الله عنه فرمودند که پیامبر بزرگوار صلی الله علیه و سلم میگوید در جنت اتاق‌های هستند، خانه‌های هستند که از بیرون آن درون آن را می‌بینی و از باطن آن، از درون آن بیرونش می‌بینی. شفاف است، ظاهر است. برای کی آماده شده است؟ برای اون کسی که به کسی دیگر طعام و خوراک می‌دهد، کسی دیگر را می‌خوراند. و الان الکلام، و سخنی نرم می‌زند، سخنی ملایم، و روزه می‌گیرد، پی در پی روزه می‌گیرد، به مردم سلام می‌دهد و نماز شب می‌گزارد در حالی که مردم خواب هستند. این حدیث‌های صحیح هستند در امام ترمذی و امام ماجه و ابن ماجه، و این حدیث دیگرش در امام احمد و امام ابن خزیمه و صحیح هستند. و نماز شب با سبب می شود که الله عز و جل سیئات، گناه ها را پاک کند. از ابی امامه باهلی رضی الله عنه پیامبر بزرگوار صلی الله علیه و سلم می فرماید که میگه نماز شب بگذارید. هر آینه نماز شب گذاشتن این عادت و شأنی نکوکارانی پیش از شما بود، از صحابگان و تابعینان، یعنی خصلت امانها بود. شب گذاری این خصلت مردان است، مردانی که شما پیش بدند، صحابگان تابعینان. و نماز شب این چی است؟ این عبادتی است که انسان به الله نزدیک می شود و مکفرة للسیئات، و سبب بشود که الله عز و جل گناههای شما را پاک سازد، پوشاند، گذر کند از گناهاتان. انسان من میکند از مرتکب شدن گناه. خیلی که الله عز و جل میگه ان الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنکر. هر آینه نماز انسان از چی؟ از فحشا و منکر باز می‌دارد. برای همین نماز شبم انسان از چی؟ از بدیها و از گناه، از فسق و فساد نگاه می‌دارد، من می‌کند. حدیث در امام ترمذی است و حسن است. پیامبر بزرگوار صلی الله علیه و سلم می‌فرماید که نماز شب این بهترین نماز پس از نماز فرض است. یعنی بعد نماز فرض بهترین نماز این نماز شب است. چون از ابی هریره رضی الله عنه می‌فرماید که پیامبر بزرگوار صلی الله علیه و سلم میگوید بهترین نماز بعد نماز فرض این نماز چی است؟ نماز در میان شب. این بهترین نماز است. این نمازی چی؟ نمازی شب بعد نماز فرض است. حدیث در امام مسلم است. پیامبر بزرگوار صلی الله علیه و سلم از حدیث معاذ رضی الله عنه میفرماید که آیا من تو را آگاهی دهم، دلالت کنم به چی؟ به دروازه های خیر. پس پیامبر چی گفت؟ صوم این چی است؟ این وقایه است، حمایه است از شهوات، از ارتکاب شدن گناهان. صدقه دادن گناه خاموش میکند، گناه نیست میکند، پاک میکند. چلیک آب آتش خاموش میکند. همه خیلی دیگر صدقه گناه چی؟ خاموش میکند، نیست میکند. و صلات الرجل فی جوف الليل، و نماز مرد در میان شب از دروازه های خیر است. باز حدیث در بخاری مسلم است. از علی روایت می شود که پیامبر بزرگوار صلی الله علیه و سلم روزی پیش کی آمد؟ پیش خانه فاطمه و علی رضی الله عنه در شبی آمد. پس گفت الا تصلیان؟ گفت برای آنها که آیا شما نماز شب نمیگذارید؟ این چرا نشان میدهد فضیلت نماز شب که پیغمبر آمد و آنها را چی؟ از خواب خیزاند که نماز شب گذارند. از سالم ابن عبدالله ابن عمر ابن الخطاب رضی الله عنه از پدرش فرمودند که رسول اکرم صلی الله علیه و سلم فرمود نعم الرجل عبدالله. گفت چی؟ مردی نیکی است،
مردی خوبی است عبدالله اگر که شبها نماز گذارد. پس سالم چی گفت؟ سالم گفت که عبدالله بعد همون سخن پیغمبر صلی الله علیه و سلم دیگر در شبها بسیار خواب نمی رفت، کمی خواب می رفت و نماز می گذاشت. حدیث در بخاری مسلم است. باز پیغمبر بزرگوار صلی الله علیه و سلم از عبدالله ابن عمرو ابن العاص رضی الله عنهما فرمودند که پیغمبر گفت یا عبد الله، ای بنده الله، لا تکن مثل فلان، نباش مثل فلانی که نماز شب می گذاشت و نماز شب را ترک کرد. یعنی یک سرزنشی هست، عبادت بزرگی را ترک کرد. حدیث در متفق علیه امام بخاری مسلم است. از ابن مسعود رضی الله عنه فرمودند که مردی در پیش پیامبر بزرگوار نامش گرفته شد یا که یاد کرده شد. پس چی گفت؟ گفت مردی شب خواب رفت تا آنی که صبح شد. قال پیغمبر چی گفت؟ پیغمبر چی گفت؟ اون مردی که شب خواب رفت و پگاهی خیست، اون مرد چی است؟ اون مردی است که شیطان در گوش او پیشاب کرده است یا که در گوشش. حدیث بخاری مسلم است. حدیث در امام حاکم است. پیامبر بزرگوار صلی الله علیه و سلم میفرماید که روزی جبریل علیه السلام پیش من آمد و گفت یا محمد، زندگی کن چقدر میخواهی، در عاقبت میمیری. دوست بدار کسی را دوست بداری، در آخر چی است؟ در آخر تو را از او جدا میشوی. عمل کن چیزی که میخواهی، در آخر آن چیزی که کرده ای به امان مجازات داده میشوی، پاداش داده میشوی. واعلم ان شرف المؤمن قیامه باللیل و عزه استغناؤه عن الناس. ببین جبریل چی میگه؟ میگه بدان که شرف مؤمن در چیست؟ شرف مؤمن این نماز شب است و عزتمندی آن بی‌نیازی از مردم است. یعنی انسان به مردم نیاز ندارد، به الله باید نیاز داشته باشد. بین شرف مؤمن چی است؟ نماز شب. حدیث حسن است، شیخ البانی حسنش میگه. پیامبر بزرگوار صلی الله علیه و آله میفرماید که کسی که شب برخاست و 10 آیت، یعنی که شب برخاست و 10 آیت خواند، او از جمله غافلان نوشته نمی شود. کسی که برخاست شب و نماز گذاشت به 100 آیت، از جمله چی نوشته می شود؟ از جمله قانتین، که او یعنی که شب را زنده کرده است. کسی که شب خیست و 1000 آیت به 1000 آیت چی کرد؟ نماز گذاشت. از جمله چی نوشته می شود؟ از جمله مقنطرین، یعنی که آنهایی که مقنطرین، آنهایی که یعنی یک مقدار از چی است؟ از طلا، یا که یک مقدار از طلا صدقه داده است. خلاصه بعض اهل علم میگوید که 4000 دینار یا که صدقه داده است. بعضی میگوید که پوستی چی را؟ پوستی یک بخای کلان از طلا داده است. بعضی میگن که 8000 داده است در راه الله. به همین برابر است کسی که به 1000 آیت در یک شب میخواند. وقتی نمازی شب، کدام وقت نمازی شب پیغمبر صلی الله علیه و آله میخواند؟ پیغمبر بزرگوار صلی الله علیه و آله گاه میشد که وقتی که نصف شب که میشد میخیست، یا که پیش از نصف شب میخیست، یا که بعد نصف شب میخیست، یا که و احتمال دارد که وقتی که میشونید که آوازی چی را؟ آوازی خروس میشنوید میخیست. یعنی که بعد نصف شب، بیشتر وقت بعد نصف شب میخیست، یعنی یک شب. از عبدالله ابن عباس رضی الله عنه روایت است که میفرماید، میگوید که من روزی در خانه میمونه ام المؤمنین رضی الله عنها که خالش میشود، گفت پهلو کردم در بالای همون چی میگن، در بالای بالشت. پس پیغمبر صلی الله علیه و آله و اهلش در همون بالشت دراز بود، در بالای همون یک پهلو کردن. پیغمبر صلی الله علیه و آله خواب رفت حتی که نصف شب شد، نیمی شب یعنی، یا که پیش از نصف شب به مدتی کوتاهی، یا که بعدی نصف شب مدتی کوتاهی. پس پیامبر بزرگوار صلی الله علیه و آله بیدار شد و نشست. گفتیم که ایروسنت وقتی که از خواب که میخیزی، پیغمبر صلی الله علیه و آله چیکار میکرد؟ با دستش روش میمالید. از خواب که میخیز با دستش روش میمالید، یعنی خواب از رویش دور میکرد. خواب از رویش دور میکرد. وقتی که میمالی همون مساج میگن که مثل مساج میکرد، خوابش برابر. پس 10 آیتی آخری سوره آل عمران میخواند، 10 آیت شد. پس میرفت و طهارت میکرد، طهارتی زیبایی میکرد، پره میکرد، کاملی میکرد. پس میخست و نماز میگذاشت. عبدالله ابن عباس رضی الله عنهما گفت که پس من خستم و از خواب چه خیلی پیغمبر کرد صلی الله علیه و آله همو خیل کردم. پس آمدم و در برابر پیغمبر راست ایستادم، در پهلوش. پیغمبر صلی الله علیه و آله دست راستش را در بالای سرم ماند، گوشی مرا گرفت و خیل مثل حرکت داد، مثل مالیدن یا که حرکت دادن گوشه با دستش. در اینجا عالما میگن که
حرکت دادن گوشه برای آنی که شاید که خوابالو بود برای هوشیار شود در نماز، شاید که بعد میگن که شاید یا که راستش کرد در همون برابری خودش کردش، به همین معنا قطعی. پس چی گفت؟ پس 2 رکعت نماز گذاشت، باز سلام داد، باز 2 رکعت نماز گذاشت، باز سلام داد، باز 2 رکعت نماز گذاشت، 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 سلام داد. پس گفت نماز ویتر گذاشت، نماز ویتر گذاشت و پس یک پهلو کرد حتی که مؤذن آمد و اذان داد. پس پیغمبر صلی الله علیه و سلم 2 رکعت نماز سبک گذاشت، سنتی چی بامداد. پس برآمد و نماز بامداد همراهی نمازگزاران در مسجد. حدیث در بخاری است و امام مسلم است، حدیث صحیح است. حکم نماز شب چیست؟ حکم نماز شب گفتیم که سنت است. چون که حدیثا رو آوردیم که بهترین نماز بعد نماز فرض این چی است؟ نماز شب است. و باز گفتیم که خیلی که پیغمبر صلی الله علیه و سلم دربارش گفت که این چی است؟ سبب میشود که انسان بهش می‌رود. خاصه بعد حدیثا رو گفته گذاشتیم. حکمش سنت است. عدد رکعت های نماز شب خیلی که از ابی سلمه ابن عبد الرحمن که پرسید مادرمان عایشه رضی الله عنها را که نماز پیغمبر صلی الله علیه و سلم چگونه بود، پس گفت که در رمضان و غیر رمضان از 11 رکعت زیاد نمیخواند. حدیث گفتیم در چی است؟ حدیث در حدیث صحیح است، در بخاری مسلم است. میگفت که 4 رکعت میگذاشت، ای 2 رکعت میگذاشت، با 2 رکعت میگذاشت. بالا حدیث بالا گفتیم میگه نپرس از زیبایی آنها و از درازی یعنی که طولانی آنها. پس باز چی گفت؟ باز 2 رکعتی باز 2 رکعتی با 4 رکعت دیگه میخواند. باز نپرس از زیبایی و درازی آنها، پس چی میخواند؟ 3 رکعت دیگه ویتر میخواند. از ابن عباس رضی الله عنهما فرمودند که ابن عباس پرسیدند که نماز پیغمبر چی بود؟ گفت که نماز پیغمبر صلی الله علیه و سلم 13 رکعت بود، یعنی در شب. حدیث در بخاری و مسلم است. از ابن عمر رضی الله عنهما سلم مردی عبدالله ابن عمر گفت که مردی پرسید پیغمبر بزرگوار صلی الله علیه و سلم از نماز شب، پس پیغمبر صلی الله علیه و سلم چی گفت؟ صلات اللیل مثنى، ای نماز شب 2 رکعت. این حدیث بیان میکنه که نماز شب 4 رکعتی نیست، 2 رکعتی است. شرح میده حدیث بالا را. نماز شب 2 رکعت. وقتی که ترسید که نمازی بامداد میشود و وقتی دیگر نیست، وقتی فقط چی است؟ 1 رکعت ویتر است. پس برای دریاب نمیکند، پس 1 رکعت ویتر میخواند. یکی این معنا ندارد که 1 رکعت ویتر همه وقت 1 رکعت ویتر بخوانی. نه، پیغمبر صلی الله علیه و سلم همه وقت قریب بیشتری وقت ویتر از 3 رکعت میخواند، 1 رکعت نمیخواند. در این حدیث آمدگی است که وقتی که نماز شب خواندی آمده که وقت کم ماند برای بامداد، پس 1 رکعت میخوانی. برای چی؟ 1 رکعت ویتر میخوانی. ویتر برای آن نمازهای گذاشته‌ای، نمازهای شب گذاشته‌ای. این حدیث هم در بخاری مسلم است. در اینجا معلوم میشود که اگر که 8 رکعت خوانی اجباری ندارد، یا که 11 رکعت خوانی مثلا ویتر قطعی، یا که 13 رکعت خوانی، یا که حسابش نکنی 2 رکعتی خواندن گیر اجباری ندارد. در سه حدیث آمدگی است که بیشتر پیغمبر صلی الله علیه و سلم 11 رکعت میخواند. که انسان اگر که 2 رکعتی خواندن گیرد از 11 رکعت هم بگذرد اجباری ندارد. پس صفت نماز شب چه است؟ صفت نماز شب 2 رکعت در بالا گفتیم 2 رکعت میخوانی. این مذهب جمهور علما است، مالکی و شافعی و حنبلی و قول ابو یوسف و محمد از مذهب حنفی و دیگر اهل علم. خیلی که از عبدالله ابن عمر گفتیم که روایت میگند که پیغمبر بزرگوار صلی الله علیه و سلم فرمودند که صلات اللیل مثنى، نماز شب 2 رکعت وقت نیست دیگر، پس 1 رکعت ویتر بخوان. قال، پس ابن عمر پرسیدند که مثنى چی معنا دارد؟ گفت که سلام 2 رکعت که خواندی سلام میدهی، 2 رکعت که خواندی سلام میدهی. حدیث در بخاری مسلم است. همه خیلی دیگر حدیث مادرمان عایشه روایت میکند که میگه پیغمبر صلی الله علیه و سلم نماز میگذاشت وقتی که از نماز خفتن که تمام میکرد تا نماز بامداد 11 رکعت میخواند، سلام میداد، بعد هر 1 رکعت سلام میداد و اگر که چی بود 1 رکعت ویتر میخواند. اگر که وقت نبود 1 رکعت ویتر میخواند، 2 رکعت میخواند 1 رکعت ویتر. بعضی وقت پیغمبر صلی الله علیه و سلم نماز ویتر 2 رکعت میخواند، سلام میداد، با 1 رکعت میخواند، یا که 3 رکعت میخواند با 1 تشهد. پیغمبر صلی الله علیه و سلم وقتی که نماز شب آغاز میکرد، مادرمان عایشه میفرماید که پیغمبر صلی الله علیه و سلم وقتی که نماز شب آغاز میکرد، شروع میکرد، وقتی برمیخواست برای نماز، اول 2 رکعت سبک میخواند در اول، بعد نمازای چی؟ بعد دیگر رکعت‌های دور و دراز می‌خواند. و از ابی هریره رضی الله عنه هم روایت است یکی از شما که وقتی که شب خیز برای نماز، پس آغاز کند نماز شب با 2 رکعتی سبک. حدیث در چی است؟ امام مسلم است. یعنی که پیغمبر صلی الله علیه و سلم همه شب نماز نمیگذاشت. از روی سنت پیغمبر همین است که همه شب نماز نمیگذاشت. وقتی که اون 3 نفری که پیش پیغمبر میآیند درباره نماز میپرسند، بعد یکی از اونها میگه که من همه شب یعنی نماز میگذارم و خواب نمیروم. پس پیغمبر صلی الله علیه و سلم انکار کرد برای او، گفت
که من یعنی که شب میخیزم، جزئی از شب، قسمی از شب میخیزم و قسم دیگر خواب میروم. یعنی که انسان باید مثلا نیم شب یا که از 1 شب بخیزد نماز گذارد و نه همه شب. پیغمبرم خیلی بود که خواب میرفت و بعد میخیست نماز میگذاشت در سنتش. یک انسان اگر که در اولی شب هم نماز گذارد هیچ باکی ندارد، یک اولاترش همین است که خواب رود و بعد نصف شب خیزد، در حالت بهتر است. فمن رغب عن سنتی فلیس منی، کسی که از سنت من دست میکشد پس از امت من نیست. همین حدیث گفت برام 3 نفری که پیش اومدن. مثلا کسی که دائمی پیوسته نماز میگذارد نماز شب، مثلا اگر روزی بعد که بیمار شد یا که در خواب زد از خواب نخیست، پس چیکار میکند؟ حدیث مادرم عایشه رضی الله عنها است که مادرم عایشه گفت که اگر پیغمبر صلی الله علیه و سلم وقتی که خواب غلبش میکرد یا که دردی داشت، درد میکرد، یگانجاش خواب میرفت، نمیتونست نماز شب گذاشتن، پس وقتی که روز که میشد بعد نماز بامداد، بعد آفتاب برآمدن، پس چیکار میکرد؟ 12 11 رکعت نه 12 رکعت میخواند. یعنی که مثل بگیم قضایی نماز شب روزانه میخواند تا وقتی پیشین وقت است، از آفتاب برآمدن، آفتاب که برآمد 10 20 دقیقه پس تا نمازی چیده پیشین وقت هست که انسان همون چیره نمازی چیره بخوان. پیغمبر 12 رکعت میخواند. حدیث در امام مسلم است، حدیث صحیح است. باز از مادرم عایشه رضی الله عنها میفرماید که رسول اکرم صلی الله علیه و سلم هنگامی که 11 رکعت که میخواند در شب و سجده میکرد، پیغمبر صلی الله علیه و سلم قیام در قیام سوره های دور و دراز میخواند. وقتی که سجده که میکرد، پیغمبر وقتی سجده که میکرد، یک سجده کردن او پیغمبر مقداری چی بود؟ مقداری کسی از شما 50 آیت میخواند. یعنی 50 آیت هم میخوانی، همون مقداری است که همون چی است؟ مقدار همون قدر پیغمبر سجده میکرد. بعد از سجده سرش میبرداشت. یعنی ببینید که سجدهش هم دراز بود، پیغمبر خواندنش هم دراز بود. و 2 رکعت دیگر میخواند پیش از نماز بامداد، 2 رکعت میخواند، بعد ویتر 2 رکعت میخواند. پس از اون یک پهلو میکرد و طرف دست راست یک پهلو میکرد و منتظر چی میشید؟ منتظر نمازی، یعنی منتظر مؤذن میشید که اذان نماز بامداد میتید. حدیث در بخاری است. باز از مادرم عایشه رضی الله عنها پیامبر بزرگوار صلی الله علیه و سلم میفرماد که کان ینام اول الليل، مادرم عایشه میگه که در آغاز شب، در اولی شب خواب میرفت و در آخری شب میخیست و پس نماز میگذاشت. حدیث در امام مسلم، بخاری مسلم است. از ابن مسعود رضی الله عنه روایت است که گفت که شب با همراهی پیغمبر صلی الله علیه و سلم نماز گذاشتم. پس پیغمبر صلی الله علیه و سلم هم راست ایستاد، یعنی که هم خواند در قیام، هم سوره دراز خواند که فکر کرد با یک فکری بدی کردم. پس پرسیدنش که چی فکری به تو کردی؟ گفت که فکر کردم که در جام نشینم و ترک کنم پیغمبر. یعنی هم دراز میخوند پیغمبر صلی الله علیه و سلم که صحابگان بین طاقتی او را نمیکردند. پیغمبر صلی الله علیه و سلم میخواند. حدیث متفق علیه است، بخاری مسلم. از حذیفه یمانی رضی الله عنه گفت که با همراهی پیغمبر صلی الله علیه و سلم یک شبی آمدم و نماز خواستم بگذارم. پس یک جا با همراهی پیغمبر شدم و پیغمبر صلی الله علیه و سلم چیکار کرد؟ یعنی در یکم رکعت سوره بقره را آغاز کرد، به سوره بقره. پس به خود گفتم که خیلی شاید که در صدم آیت میخواند و در صدم آیت رکوع میکند. صلی الله علیه و سلم در صدم آیت آمد و گذشت. پس با خودم گفتم که شاید که سوره بقره را میخواند و در یکم رکعت و پس چی رکوع میکند. پس پیغمبر بقره تمام کرد و دوام داد. پس با چی کرد؟ بقره تمام کرد و به سوره چی گذشت؟ به سوره نساء گذشت. پس سوره نساء را همش خواند تمام کرد. پس سوره نساء را که خواند تمام کرد، به سوره چی گذشت؟ به سوره آل عمران گذشت. سوره آل عمران تمام کرد. اندر اینجا شرط نیست که مثلا میگیم که سوره را به ترتیب بخوانی. همین دلیل است که سوره را به ترتیب خواندن شرط نیست. پیغمبر خودش صلی الله علیه و سلم اول بقره خواند، بعد نساء خواند، بعد آل عمران. اگه به ترتیب میخواند اول میخواند بقره، بعد میخواند آل عمران، بعد سوره نساء. پیغمبر چی میخواند؟ پیغمبر مترسل میخواند، یعنی که نه اونقدر تیزی بعد میخواند، نه اونقدر آسته‌ای بعد میخواند، میانه میخواند. چرا؟ آیات‌ها را. آیاتی که در اون تسبیح به تسبیح میگفت، سبحان الله میگفت. آیاتی که در او یعنی چی پرسیدنی بود، مثلا درباره بهشت بود، میپرسید که الله ما را بهشت، یعنی سزاوار بهشت گردان. و در آیات‌های میومد که در اونجا بعد چی پناه بردن به الله هست. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، اعوذ بالله الشیطان الرجیم میگفت. پس رکوع کرد و میگفت که سبحان ربی العظیم. پس رکوعش میگه مقداری چی بود؟ رکوع پیغمبر میگه مقداری قیامش بود. یعنی ببینید چقدر رکوع دراز میکرد پیغمبر. پس میگفت که سمی الله لمن حمیده ربنا لك الحمد. وقتی که سمی الله لمن حمیده که میگفت خیلی طولانی می ایستاد، برای میگفت که ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه ملء السماوات وملء الارض. چی میکرد؟ پس میگفت که سجده که میرفت میگفت که سبحان ربي الاعلى. پس سجدهش هم میگه مانندی و قریب بود به چی؟ به قیامش. یعنی که در چی؟
در مقداری که راست می ایستاد هم قدر میگه سجده میکرد. یعنی سجدهش، قیامش، رکوعش طولانی به دراز بود. حدیث در امام مسلم است. یکی انسانی که مثلا سوره های کوتاه میداند هیچ باکی ندارد که سوره کوتاه خواند، چقدر که میداند سوره همون را بخواند در نماز شب هیچ باکی ندارد. شرط نیست یک سجده کند، رکوع کند، سجدهش دراز، رکوعش دراز باشد، هیچ باکی ندارد طولانی باشد، بهتر است. برای که وقتی که از جابر رضی الله عنه را گفتند که پیغمبر صلی الله علیه و آله پرسیدند که کدام نماز بهتر است، کدام نماز، گفت که طول القنوت. حدیث در امام مسلم است. طول القنوت ای چقدر که انسان در قیامش طولانی دور دراز ایستاد همون قدر میگه همون نماز بهتر است. برای همین این سخنایی که میزنن که نماز تیزخوانی ثواب است، این سخن باطل است، اساس ندارد. نماز چقدر که نماز دراز شد، نماز چی است؟ نماز مناجات است بین تو بین پروردگار. تو با پروردگار سخن میزنی، از اون میپرسی. برای همین چقدر طولانی باشد همین قدر برای تو بهتر و بهتر است و اجر زیادتر است. باز از جابر رضی الله عنه گفت که فرمود که شنیدم پیامبر بزرگوار صلی الله علیه و آله میفرماید در شب یک وقتی است، ساعتی است که اگر انسان همون ساعت دریافت کند، مرد مسلمان اگر همون ساعت دریافت کند در همون ساعت الله دعا کند از چی؟ از خیری که در امر دنیا و آخرت است الله پرسان کند، الله برای او همون چیزی که پرسان میکند همون را عطا میفرماید. و این میگه و ذلک کل لیله، و این هر یک شب است. یعنی که شب اگر انسان شب خیزد و همون موافق همون ساعتی است، همون وقتی هست که در شب که مستجاب دعا است، همون وقت دعا کند الله عز و جل دعاش قبول میکند. حدیث در امام مسلم است. از ابی هریره رضی الله عنه و ابو سعید الخدری رضی الله عنه فرمودند که رسول اکرم صلی الله علیه و آله میگوید وقتی که مردی زندار باشد یا که انسانی که برادراش خودش خوابند همنا را بخیزاند، یا که زنش خیزاند و هم یک جای نماز گذارند، یعنی که همه آنها دو رکعتی خوانند، نوشته میشوند از چی؟ از جمله آنانی که الله ذکر کردند. الله از جمله ذاکرین و ذاکرات، مردانی که الله ذکر کردند و زنانی که الله ذکر کردند از همون جمله نوشته میشوند. برای همین برادرای گرامی، خواران محترم، نماز شب گفتیم از فضیلت های نماز شب این چی است؟ این شرف مؤمن است. شرف مؤمن در مال و منصبش نیست، در اصل و فصلش نیست. شرف مؤمن در چی است؟ در نمازش است، در نماز شبش است. چرا؟ برای آنه که دلیل است به قوت اخلاص انسان که این شب میخیزد، جای گرم را میگذارد. برای شب خیزتن خیلی قوت ایمانی در کار است که انسان خیزد، باوری به الله در کار است که خیزد شب نماز گذارد. این دلیل به قوت ایمانش است که شب میخیزد، نماز خود را از جای میخیزاند، از جایی که در اونجا چی است؟ در گرمی است، در بستری هست. امام حسن بصری میگوید که انسانایی که نماز شب میگذارند در چهره های آنها نور است، روشنی و نور است. پس میگوید که هنگامی که با الله در یک خانه تنها شدند الله برای آنها از نور خود عطا فرمود. نماز شب دور از ریا است، دور از خودنمایی است، هیچ کس را نمیبیند. عملی بزرگی است، عبادتی بزرگی است که هیچ کس را نمیبیند، تنها عبادت میکنی. و چه خیلی که عمر رضی الله عنه میفرماید اگر سه چیز نمیبود من در این دنیا زندگی کردن را دوست نمیداشتم. خاطر سه چیز: جهاد در راه الله و کوشش و تلاش کردن در ساعتهای شب و همنشینی با مردانی که با قوم‌هایی که سخن‌های نیک را جدا میکنن به تو میگویند، یعنی سخن‌های نیک میگویند. همین سه چیز. خلاصه برادران گرامی، نماز شب نور است برای انسان، برهان است برای انسان، دلیل حجت است روز قیامت، زیبایی روی است، نور است برای چهره او، افزایش یافتن در رزق او است، دور شدن از گناهان است، انسان دور میکند از گناه. نماز شب سبب میشود. خلاصه برادران گرامی، سخن بسیار است درباره نماز شب، ولی همین خلاصه کوتاه برای شما. اقول قولی هذا واستغفر الله لي ولكم. و از دعای نیک خود ما را فراموش نکنید. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.